یک تصادف در آوان مکتبی این آموزگار تاریخی لیوکندی را به شغل رساند که همیشه مایه افتخار و شوقش ماند. من در مکتب اینترنت رقم 2 پاسیوک کلینی اون وقته دوشنبه تحصیل میکردیم. نزد ما یک صورتگیر می اومد و میگفت که صورت میگیرم برای من یک значок یک نشونه بیار. بود 15 تینده یک نشون میخریدم از کیوسکو برده همون من گفتم چیکار میکنه بعد نشون داد در همون خانه‌اش یک پولندی کلونده که همه قریب یک 200 قریب 500 تا نشون. تماشای این منظره در عمرعلی خردسال خواهش داشتن همین گونه گلیم پر از نشان را برانگیخت. او حالا 56 سال است. از زمان ملاقات عکس بردار تا به حال تنگه و نشان جمع می آورد. برای هر بیننده گنجینه خود را با افتخار نشان می دهد. 1989 المپیادای ولایتی مکتبچگان بود در مرکز اون وقته شهر قرغنتیبه وزیر شهر باختر. این نشان به همین خاطر برآمده بود. از بس که بعضی خویش و اقربای ما که در خدمت عسکری خدمت کرده بودن ما همون نشانه‌های دوران عسکری آورده اونها رو ما هم خیلی جمع آورده بودیم. غیر از نشانه‌های آوان شوروی، پول کشورهای خارجی را دوستانش به او ارمغان می آوردند. انا این تنگه است که از سال برایش سال 1932 دولت پولشا یعنی که 10 تنگه زلاتیخی نقرگی است. این تنگه 50 منگه جمهوری خلقی مغولستان. عمرعلی زولفوف میگوید لحظه های خوب زندگیش آوان اتحاد شوروی بود. بعضی از نشان ها نیز خاطره های از وظیفه های بود است که او بر عهده داشت. از بس که دوران شوروی در ما بگویا نوبتچی میستیم ما در خیلی نشانه دروژینیک میدادن که ما در پیش مون میکردیم. عمرعلی زولفوف میگوید هر دور تاریخی حکمت دارد و وظیفه انسان است که آن را به نسل های نو میراث گذارد. یادگاری های آن را چون دلیل گویا حفظ نماید. خود را فرزند شوروی می حسابد و می گوید نبیره ها زمان زندگی بابایشان را باید دانند. این دولت ابرخطرت از بین رفت چون خاطره که ما نبیره داد وقتی که صورتمون قد نشون میده میگیم که این چیزا بود این تنگا بود. همسر عمرعلی مطلوب زولفوف هم آموزگار تاریخ است. حالا می‌خواهد یک چیزی حفظ شده را به ما نشان بدهد که شاید در ذهن پرسش‌های را ایجاد کند. سال 1985 سمرقند، تاشکند سوغاتی آورده شده است. این نان را 33 سال پیش خواهرش برای او از سمرقند آورد و مطلوبه آن را خاطره از شهر آرمان‌ها می‌داند. ما آن را استفاده نبردیم، نخوردیم. چیکار که به من پسند آمده آن را من در تنه دیوارم آویزان کردم. تاجیکان به 2 شهر ازبکستان سمرقند و بخارا محبت دارند به خاطر آنکه مدت‌های طولانی گهواره تمدنشان بودند. آنها فراتر از یک شهر بلکه یک مکان مقدس دانسته می‌شوند. به ارمغان آنجا علاقه خاص دارند. حتی در آوان جنگ شهروندی در سالهای 90 عصر گذشته این نان حفظ شد به قیمت جان. گشنگی را دیم کودکان مایده چند بار نیت کردم که همین را در آب تر کده قطعی کودکای استفاده بریم اما چه یک مهر و محبت من را وادار ساست که همین قسال من کردم و خیلی شب سیاه سفید است گشنگی پشت سر می شود. با همین علاقمندی برای ما نامفهوم اما برای او واضح این زن تا حال این نان را نگاه داشته است. سالهای 80 عصر گذشته عمرعلی زولفوف را برای خدمت به افغانستان بردند. از آنجا این فتحه های احمد ظاهر خواننده مشهور را آورد. این فتحه ها حالا استفاده نمی شوند ولی آنها را عمرعلی چون گوهرک چشم احتیاط می کند. همین طور کلکسه کاردهای خود را نیز. این تاریخش برایش سال 1944 فیرمای نمیدونم آلمانی باشد یا استریایی باشد. برای عمرعلی هیچ چیز کهنه نمی شود برای آنکه گواه تاریخند. بنابراین آنها را به تعبیر در تگ 7 قبط کرپچه و 7 صندوق نگه می دارد.